سلام و درودی به پایان با کل هموطنان با کل فارس‌زبانان روی دنیا در کجای باشد نباشد خداوند یار و مددگارتون باشه. و امروز ما تصمیم گرفتیم که اینجا دهه سنتوده برادرای عزیز یک جاده یک بزرگوار هم بگیم مزار هم بگیم راستی که قبر نداره هیچی نداره هم یک جای مقدس همون رو ما ای کودکی میدیدیم درختای بدن که اونجا در مقصد که ای کودکی ما رو میگفتن که همونجا رفتن در احتیاج این مقصد همونجا درون بسیار نداره نبروین گفته ما رو کلانو احتیاط میکردن همون سیمولیو دا نام درخت سیمولی ای باز یک جای میریم ما کودک بودم دیده بودم راستی گپ دیگه ممکن که 20 سال زیاد شده باشه من ندیدم همونجا یک جای میریم تماشا میکنیم چیزی که ما دیدم شما دام پیشکش میکنم شما هم تماشا کنید سیمولی ما اکا همچو بزرگوار همچو مزار گفته نام میبریم سیمولی میگیم درختای سیمولی یک جای میریم هم درختها رو تماشا میکنیم میبینیم برادر رفتیم انا دوستان عزیز این کامرایی که شما میبینید اینجا پایان گیسی سنتوده مقصد گیسی سربند لوکن حوزیره میایه بعد گیسی سنتوده دو میشه اینجا گیسی که شما میبینید سنتوده یک ای حاجی مقصد خپ و دمه جیم و جیر تا گفتی خمو این هم تونلایی که میبینید او هم خیلی دولینی خطی میپره بلند میپره این هم بیجاده باشه اگر چیلچه او میپره خیلی در تقدیر ما روز نبوده با خدا عجل امان من بوده ایشالا با میاییم وقتی که هم او پریدنشه با بنوار میگیرم برای شما پیشکش میکنم حاجی چخلی که ما گفتیم اینی طرف بالا را بنوار بگی هنی بالا دهه سنتوده همه این طرف همه خمون رو درن اینی پایان میریم اینجا به طرف سیمولیایی که گفتم همون سیمولیو رو میریم میبینیم او یک نمو درخت های کسانی که میدونن معلومات در کامنتر بنویسن که هم خیلی در جوشون هستن خیلی سیمولی ما سیمولی میگیم اگه شما نمیدونم یک جای میریم ما درخت ها رو شما نشون میتم بعد در کامنتر بنویسین که هم خیلی درخت بود در کجا هست برادرای زنم جایی که ما ایستادیم سالهای پیش ما کودک بودیم او انا میتمی رفت او هم میتمی رفت اینم توسنگای دیدستن ما ای بالا این توسنگو خیز میکردیم درونی او همه کسا جای او بوزیمون همینجا بود آخر راستی وقتی که گیس شد او اینجا رو محکم کردن او طرف مقصد تو کو نباشه همینجا دما من میگم اینا مثلا این توسنگ که شما میبینید اینا توی شما دم میگیره من سیمولی رو شما نشون میدم درخت سیمولی بسم الله الرحمن الرحیم میگه میبینید انا دوستان عزیز با درجه هوا گرمه تا 50-53 گرادوس گرم شده است ما اینا تو بگاهی را ایستادیم بگاهی در برآمدیم این خونه اینا می توسن پایان ما آبوزی او جای آب بود آبوزی میکردیم اینجا را مقصد اینا می از سیمولی شو دادم اینا درخت سیمولی بسم الله الرحمن الرحیم اونم غیرت نمیکنه دروش بدروه میگم کوشش میکنه که بدروه گوین بسم الله الرحمن الرحیم حالا ما درون با شما نشون میدم حالا بالا بیا محمد جون بالا این خیلی از شما که طرف انا دوستان عزیز این درخت سیمولی است این میخه همینجا هست در دهه ما اینا ما هم چون گفتم که از و بزرگا هم خیلی استفاده اکنون نمیدونم یه دستی کی برام دیگه کی شینون دیگه برام دیگه ما هم انیق دقیق نمیدونیم میگیم هم وقتی که ما کودک بودیم او چامون کودک بود همه خیلی بودی این همه خیلی بود اینا جاک بالا که درست میدونیم بیاین انا دوستان عزیز باور کنید من راه گفته استم گید بگید یعنی راه گفته استم تو با کودک بودم و تا تای خطی درام دادم که ما فکر میکنیم اینجا رنگ یک جای رو بهدرویک هست اگه ما بیایم میریم بسم الله الرحمن الرحیم بوی خوشم داره خوش داره درخت سیمولی انا که ماده تلفونه این برادرای عزیز من شما رو با پیش نشون میتونم این رنگ جنگل که دیگه طوری کمشید بفکرم
این همی خیل دیدستیم برادر عزیز درخت سیمولی را این دیشو بینیم میریم رنگ غور ایستش یا بسم الله الرحمن الرحیم خیلی اونا دیدستیم خطون اکا جونا اونا هم خیلی کلانه خیلی اونا اینا بی رنگ جنگل اینا راستی گپ هیچ کس تاریخ ایران نمیدونه هیچی هم گفتن نمیتونه ما چند بار سوال کردیم میگن او هم خیلی درخت سیمولی اینا این یک قوق میشون مقصد نیچه این هم خیلی هیچ کم هیزم شام نمیبره اینا هم قوق شدگی اینا در پایین قوقش هیچ که جون نمیبره این همین خیلی این همین جنگل همین خیلی استفاده درخت سیمولی اگر کسانی که در دهات چون هم خیلی دورن معلومات مود بنویسن اینم یک جنگل ها اینا خاصش که رفتن نمیشه و همه جاش یک خیلی این میخه نختون دیدستی حالا با ما بالاست هم کم میکنم شما نشون میتونم رفتیم خیلی برادرها دیده منم تخمینا یک 5 دقیقه 3 دقیقه من میدونم ممکن که 7 دقیقه باشه راست هیچی گفتن نمیتونم یک جای برآمدگی ایره هیزم شش که هیچ کس نمیبره اوبول گفته که اینجا نمیبره اوبولای همین ای بابامون مودن خیلی وصیت و نصیحت اومده که هیچ کی در نمیرسه مثلا اینجا پودینه اینا اینجاش همش پودینه خیلی پودینه رو همش بوشه میدونید همتون اینجا پودینه لبی او اینا درخت سیمولی برادر عزیز باقی تنسات خانواد باشن من کامنتر ادا انتظار میشم که در جایی کی هم خیلی سیمولی هست و در جایی کی نامش چی میگن باقی سربلند خانواد باشن خداوند یارو مددگارتون زنده باشه دوستان عزیز ما در آغوش طبیعت زنده هستیم البته در این طبیعت زنده تمام نمود گیاهای شفا بخش هست و شرکت شفا فرما بهر شما از همین گیاها دارو و درمان ها تیار میکنند این داروها برای فربه شدن برای خراب شدن برای درد گرده برای سنگ گرده برای نمک گرده برای خیچک برای تپش دل برای گردش خون طبیب هر یک انسان خود اوست شما تنها زنگ زنید به این طبیبان از درد خود کمک معلومات دهید خلاص باقی موندهش در دست طبیبان شفا فرما خداوند بزرگ یگان تایما و شما رو دردمند نکند درد ندهد شرکت شفا فرما در خدمت شماست